تا حالا فکر کردی اگه کشتی وسط اقیانوس غرق بشه، چاقا بیشتر دووم میارن یا لاغرا؟ میخوایم یه آزمایش انجام بدیم تا بفهمیم واقعا کدومشون بیشتر زنده میمونه. یه طرف میدون فردی با دور کمر 163 سانتی متر و وزن بیش از 127 کیلوگرم. طرف دیگه یه آدم فوق‌العاده لاغر با دور کمر فقط 53 سانتی متر و وزن حدود 41 کیلوگرم. امروز قراره ببینیم وقتی قایق نجات غرق بشه و هیچ انرژی برای تقلا نمونده باشه، کدومشون بیشتر روی آب میمونه و کدومشون زودتر به ته دریا میره. آژیر به صدا در میاد. قایقا خالی میشن و هر دو نفر میافتن توی آب. قانون ساده است. هیچ کس حق نداره از دست یا پاش استفاده کنه. و حالا مسابقه مرگ و زندگی شروع میشه. فرد چاق با خیال راحت رو آبه. انگار تو وان خونش دراز کشیده. اما لاغر بیچاره داره با تمام وجود میجنگه تا فقط یه قلوب کمتر آب بخوره. چند دقیقه بعد فرد چاق خوابش برده. ولی فرد لاغر هنوز داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. نتیجه اینجا رژیم نگرفتن مساویه با بقاست.